ثواب 1,000,000 حج. نأتي إلى أحب الأعمال إلى الله، يوم عرفة. يوم عرفة من أحلى الأمور اللي ممكن الإنسان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هو زيارة الحسين ابن علي الشهيد بكربلاء سلام الله عليه. قال أبو عبد الله الصادق: من عرف عند قبر الحسين فقد شهد عرفه. أما الثواب اللي حقيقة يجعل الإنسان يشد الرحال وإن كان من أقصى الأرض لزيارة الحسين هو أمثال هذا الحديث اللي سأقرأه عليكم بإذن الله عن أبي عبد الله يعني الإمام الصادق سلام الله عليه قال: من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة كتب الله له 1000 حجة، 1,000,000 حجة، مع القائم عليه السلام، و1000 عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعتق 1000 نسمة، يعني 1,000,000 عبد في سبيل الله. 1,000,000 نفس از عوام شیعه که زنجیر بردگی آخوندها را بر گردن خود نهاده اند و آخوندها ایشان را مانند گاو ماده می دوشند. وآخر حديث في هذا المجال عن الإمام الصادق قال: إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين عليه السلام قبل أهل عرفات. أي نعم، قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين عليه السلام قبل أهل عرفات، يعني ينظر لهم، يتوجه لهم، ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم، ثم نعم يأتي إلى أهل عرفات، ثم بعد ما ينظر إلى زوار قبر الحسين يأتي إلى أهل الموقف. إذن زوار الحسين هكذا عن أهل البيت بروايات صحيحة أن زوار الحسين عليه السلام أكرم على الله من الوفود على الله يوم عرفة. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بیگمان کسانی که کفر ورزیده اند و مردم را از راه الله و پیامبر و مؤمنان را در سال حدیبیه از مسجد الحرام باز می‌دارند که ما آن را برای همه مردم، اعم از کسانی که در آنجا زندگی می‌کنند و یا از نقاط دیگر بدان وارد می‌شوند، یکسان حرم امن و امان و محل مراسم حج نموده ایم، برای آنان عذابی سخت و دردناک است و کسی که از روی ستم در آنجا مرتکب خلاف گردد عذاب دردناکی به او میچشانیم. هیچ شکی نیست عملی که دارای این منزلت عظیم و امتیاز شریفی نسبت به سایر اعمال داشته باشد لازم است که تشریع و تشویق بر آن و عقوبت بر ترک آن در قرآن به صورت روشن و واضح آمده باشد و همچنین باید نسبت به مساجد، حج و زیارت بیت الحرام در برگیرنده تأکید بیشتری باشد. اما ما دلیلی را در قرآن نیافتیم که نامی از زیارتگاه ها برده باشد و یا اینکه به زیارت قبور و تشویق به آن و ذکر عملی از اعمال آنها
و حکمی از احکام و یا شعائرشان را تصریح نموده باشد. از آنجایی که حج بیت الله، فضیلتش، وجوب آن، ذکر احکام، مناسک و شعائر آن و قصد کردن به سوی کعبه و مکه در دهها آیه از قرآن آمده است، از جمله این که سوره ای از قرآن به الحج نامگذاری شده است که آیات بسیاری مربوط به حج، احکام و مناسک آن را در خود جای داده است. در حقیقت قرآن کریم خالی از ذکر و بیان این چنین خزعبلات است و هیچ اشاره‌ای به ذکر مرقدها، قبرها، زیارتگاهها، بناها و رفتن به سوی آنها و شبیه اینها وجود ندارد و مشخص می شود که این روایات همه دروغ هستند و روایات رسیده در این خصوص باطل و بی اساس می باشند، زیرا مگر ممکن است که الله جل جلاله امری را فراموش نماید؟ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. شاید آنان انبازها و معبودهایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آورده اند که الله بدان اجازه نداده است و از آن بیخبر است. اگر این سخن قاطعانه و داورانه الله مبنی بر مهلت کافران و تأخیر قیامت تا وقت معین آن نبود، میانشان با اهلاک کافران و ابقاء مؤمنان داوری می گردید و دستور عذاب دنیوی یا اخروی صادر می گشت و مجالی به کافران نمی داد. در عین حال آنان نباید این حقیقت را فراموش کنند که قطعاً ستمگران عذاب دردناکی دارند. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب میگوید به راستی که خداوند با بندگان خود بسیار مهربان است که زیارت قبر امام حسین را به جای حج خانه خود جایگزین کرده تا کسی که نمیتواند به حج برود آن زیارت را انجام دهد و حتی برای بعضی از مسلمانان که میتوانند شرایط زیارت را به دقت رعایت کنند ثوابش از حج بیشتر است، همچنان که در روایات صریح آمده است. مراجعه شود به الثورة الحسینیه صفحه 15. این روایات دروغینی که شک در بطلان و ساختگی بودن آنان نیست، به راستی بی‌حیایی و بی‌آبرویی سازنده آن و حماقت کسانی را میرساند که آن را باور کرده‌اند، چون مخالف حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم است که می‌فرماید لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجد الحرام و مسجدی هذا و مسجد الاقصی. به سوی هیچ مکانی بار سفر نبندید جز به سوی 3 مسجد: مسجد الحرام در مکه، همین مسجد من در مدینه منوره و مسجد الاقصی در بیت المقدس. مراجعه شود به صحیح الجامع الصغیر جلد 6 صفحه 155. اگر کسی بگوید شاید شیعه این 2 حدیث را باور ندارند، در جواب میگوییم همین حدیث در کتب اهل تشیع آمده، هرچند که بخشی از آن را تحریف کردند. 3 نفر از بزرگترین علمای مشهور شیعه، شیخ صدوق، حر آملی و مجلسی، از امام علی رضی الله عنه روایت می کنند که فرمود لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام و مسجد رسول الله و مسجد الکوفه. بار سفر را جز به سوی 3 مسجد نبندید: مسجد الحرام، مسجد پیامبر و مسجد کوفه. مراجعه شود به بحار الانوار جلد 99 صفحه 240، الخصال صفحه 143، وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 525.
حال بر فرض صحت روایت آنها از امام علی، باز کار شیعه مخالف دستورات اوست، چون آنها به سوی مشهد، نجف، مقام زینب و غیره از قبرها و گنبد و بارگاهها سفر می کنند، خصوصا قبر امام حسین که یک بار زیارتش نزد آنان از 1,000,000 بار حج کردن بهتر است.